درود بر همراهان گرامی، امید که حالتون خوب باشه. خب این درها رو تقریبا تکمیل کردیم. این یه دونه رو نگه داشتم، میخواستم راجع بهش نکاتی رو بگم. یه دونه این در کپی کردم گذاشتم اینجا که برای این قسمت که حمام هست، این دستشویی WC بود، اینو بخوام بذاریمش اینجا. برای این کار چند روش وجود داره. یکی این که بیام اینو روتیت کنیم به اندازه این، یه خط کشیدم این وسط مثلا بذاریمش اینجا، یا از روش های دیگه. حالا ببینید مثلا این یه لیست از این بگیریم، فرمان لیست رو میدید، این نوشته که زاویهش تو این صفحه 141.2 هست. البته چون ما خاطرتون باشه تو فرمان یونیت این زاویه رو داده بودیم با 1 درجه بعد از اعشار نمایش داده باشه. خب اگر تعداد اینا رو بیشتر کنیم، وقتی که از این لیست میگیریم طبیعتا خورده های بیشتری رو نشون میده. هرچی این خورده الان شد 141.1845 درجه. خب هرچی این بیشتر باشه، حالا من اینو برگردونم، میتونید با دقت بیشتری این رو روتیت کنید. پس اگر این زاویه این رو که الان رو 90 درجه است به 141 برسونیم، این خط رو به اینجا برسونیم، این مشکل حل میشه. اما خب ممکنه اون دقت کافی رو نداشته باشه. پس چی کار میکنیم؟ میام از فرمان روتیت استفاده میکنیم. یه روشش این است که بیام روتیت اسکیل مثل هم هستن تو این زمینه. دقت کنید اینجوری روتیت رو میزنیم، جس رو انتخاب میکنیم، نقطه مبنا رو میدیم، حالا فرضاً نقطه مثل اینجا. بعد گزینه ریفرنس داره، ریفرنس رو میدم بهش، میگم که ریفرنس انگل من این هست. خب حالا بگه نیو انگل رو بدید. اگر همینجا خط کنار این بود یا بردنش اینجا، کافیه تو نقطه دوم انتخاب کنم. چون میخوام دو نقطه بدم، پوینتس رو انتخاب بکنم، میگم از اینجا به اینجا میشه اون نقطه من. ببینید اینو دقیق میاد به همون اندازه در میاره بدون خطا، که میتونم اینو مووش کنم و بذارمشون بالا. اندو میکنم یه بار دیگه فرمان رو به شکل دیگه ای میخوام اجرا کنیم. الان میام فرمان الاین رو میدیم. فرمان الاین رو اینجا داریدش و میتونید از اینجا استفاده کنید، یا اینکه فرمان AL رو تایپ کنید برای الاین و جس رو انتخاب کنید. الاین برای 3 بعدی و 2 بعدی کاربرد داره. برای 2 بعدی کافیه 2 نقطه رو بدید. میگه first source point یا نقطه اول مبنا، میگم اینجا. میگه first destination point یا نقطه اول مقصد، میگم اینجا. نقطه دوم مبنا، نقطه دوم مقصد. این رو بیذاریم. و نقطه سوم دیگه لازم نیست بهش بگیم third point نمیخوایم، اینتر میکنیم که کانتینیو باشه. میگه که آیا میخواید اسکیلینگ رو به اندازه مقصد در بیارم؟ حتی میتونه اسکیلش کنیم، میگیم نه تو این اندازه ما نمیخوایم دست بخوره ترکیب اسکیل. خیلی راحت اینو میاره سر جاش میذاره. حتی دیگه از موو کردن هم بی‌نیاز خواهیم شد. پس خیلی راحت این اتفاق میفته و بعد دیگه اینو حالا اگر جاش مناسب هست، اگر هم نیست که جابجاش میکنیم و میتونیم با تریم کردن این مسئله رو حل کنیم. تقریبا به وسط هست این حالا خطی که داره، توی مووش کنیم. حالا این جسمی که داریم خطوطش انتخاب کنیم و مووش کنیم، فرضاً از اینجا حالا همینطوری میارش تا اینجا نیرستینگ میذاریمش. میتونیم خیلی دقیق تر هم این کار رو انجام بدیم تا نیرست، یعنی ای رو بدیم مثلا اینجا، بعد تریمش میکنیم. خب اینم خواستیم که روتیت و الاین رو امتحان کنیم. اینجا هم ما یه دونه از اینجا به اینجا یه خط میکشم برای پلمون. حالا اینکه رنگ پلمون چی باشه رو مهم نیست. فرمان اری رو میخوام انتخاب کنیم، اینو امتحان میکنیم و فرمان اری در حالت رکتانگولار رو انتخاب میکنیم، جسممون رو، و اینجا اندازه ها رو بهش میدیم دیگه. این تعداد ردیف هامون چند تا باشه و تعداد کالمز هامون. کالمز هامون باید 1 باشه قاعدتا و ستون هامون هم اینجا 8 تاست. فاصله بینشون هم اینجا کف لون اگر 30 سانتی بگیریم میشه -3. خب
خب این رو اوکی کنیم تا اینجا نزدیک به این هم شده. خب خوب فرمان لاین رو بریم از مید پوینت این به این وصل شد به طرف این به اندازه 5 تا نیم تا آفستش کنیم که چشم پله رو داشته باشیم. خب این که این اکسپلودش میکنیم که از حالت اری در بیاد، از همونجا میتونیم حالت اسوسییشن یا با هم بودنشون رو برداریم. خب حالا میتونید شما تریم رو انتخاب کنید بین این دو نقطه. از اینجا رو F رو بزنیم برای حالت فنس، میگیم از اینجا تا اینجا رو برای ما پس کن. این آخرش هم همینطور از اینجا به بعد تریم میشه و این فکر کنم 5 تا 1 و 2 و 3 4 و 5 تاش رو کافی هست باشه که این رو به ارتفاع مورد نظر برسه میشه پله ما. حالا اون فلش رویش رو هم میتونید کار کنید با فرمان پلی لاین فرضاً از وسط این بیاد تا یه جایی بیاد اینجا. حالا تا کجا بیاید پوینت X رو میزنیم، پوینت X فیلتر نقاط استفاده کنیم، میگیم وسط این باشه، وایش اینجا باشه، بیاد تا اینجا. خب تا اینجا که بیادش بعد میتونید ویت رو بدید، بگید پهناش فرضاً اندازه 2 باشه شروعش و پهنای انتهاش 0 باشه که این رو هم بتونه فلش انتهای این رو نشون بده. حالا اگر جهت حرکت رو پله رو درست کشیده باشم، اگرم نه که باید برعکسش کنیم. احتمالا این از پایین به بالا باید بریم درسته و اینو میتونیم میرورش کنید که این ابتداش رو هم بهتون نشون بده. حالا خب اینم پله هست که کشیدیم. حالا رنگش و اینها رو بعد میتونیم ببینیم که با چه ضخامتی باید باشه. این تقریبا تکمیل شده دیگه. این کمدها در و پنجره انجام شده و متن نویسی و اندازه گذاری داره که توی جلسات بعد بهش میپردازیم. خدا یار و نگهدارتون.